سلام دوستان، من به عنوان پرستاری که چندین سال خدمت کرد تو بیمارستان خواستم یه چند توصیه بهتون بکنم. خیلی گول تبلیغات پزشکا مخصوصا پزشکای پوست رو نخورین، چون حالا بحث درمانی رو کاری ندارم، بحث زیبایی اینا بحث تجارتشونه، خیلی به فکر شما نیستن. خواستم بهتون بگم که 3 متد رو اصلا انجام ندین: بوتاکس، فیلر و لیفت، مخصوصا هایفو. چرا؟ چون شما وقتی کنسرو ماهی میخوری میجوشونی قبلش دیگه، داری سم بوتولونیوم توکسین رو از بین میبری، ولی از این ور میای چیکار میکنی؟ همون بوتولونیوم تغییر یافته که بوتاکس رو تزریق میکنی تو صورتت، نزدیک مغزت و عصب مرکزی، که این خیلی خطرناکه. یه صورت پوکر فیس به شما میده، جریان خونم قطع میکنه، یعنی شما فکر میکنی داری جوان میشی ولی مرور زمان پیری زودرس میگیره صورتت. فیلر تزریق میکنی زیر چشم، بینی، خط خنده و باعث نکروز بافت یا همون سیاه شدن و از بین رفتن بافت میشه. هایفو یه حرارت خیلی زیادی به پوست صورت شما میده که آب زیر پوست رو کلا از بین میبره تو لحظه و سلولارم میکشه، لکای پوستی، پیری زودرس، همه اینها هست. حالا اون پزشکی که داشت تبلیغ میکرد میگفت بهترین ورژن خودت باش، ولی به شما نمیگه بعداً به بدترین ورژن خودتون تبدیل میشید. نکنید، از خودتون راضی باشین، همینی که هستین باشین. عادی.